حافظ و مطرب دوست داشته ما بوالمحمد نیازов پیوسته هنر و مهارت خود را تکمیل میداد. آهنگ‌های نو به نو ایجاد میکرد و با سرودهای دلنشینش دلهای مخلصان سرشمار خود را همواره به نوا می‌آورد. و ما نیز یک گروه مخلصان از تلویزیون سفینه به قدمجوی او به شهر خوجند آمدیم. من اسبابی پدر مثل اگر چقدر که آهنگای شوندگی باشید بسیاری آهنگا با همین عیناً همین رباب خودش که تیار شدگی مثل ما همین حوزه همه اسبابی پدر همه خیلی احتیاط میکنم که حتی مثل یگون معرکه یگون جا نمیبرم برای چی اینا اکو مثل از کجا که نبیان اومده یک نوازش کرده میرن همچون تبارکی مثل من میزراب همینجا با استوده است مثل حتی سیمش هم علیش نکردم من همین داغ‌های دستی پدرم همینجا با حالم ایستاده است. دل من طول همیشه میشد که همین داغ‌های تازه کردن نمیخوام یعنی پای دستی پدر همینجا با هست. همین پرده خودش داغ رفتیم. یک لحظه مادرم هم نقل میکردن که برادرم بالی زردالی قندقامو بود حولی به بالی همه برآمده سرود خوانداسگی فراگن نفرامدگی همه یک روز درست تا نصف روزی همون جنده اخیرش خوابی اکم هم بالی زردالو بوده ماندگی دستشان دوتار خوابشان بوده ماندگی همین مادری من همسایه ها جیغ زدگی و پیششان ببای پلاسه اچار صرفش زنها قبل استادی که بناگاه غلطه بالی پلاس بغلطه همین خردسالیشان بیا و یا مینواختگی سرود میخواندگی سرودهای خلقی میخواندگی سال 2001 وقتی که روزنامه تاجیکان دنیا با کوشش کارمند شایسته تاجیکستان روزنامه‌نگاری ورزیده اکرمعلی حسن تأسیس یافت ما تصمیم گرفتیم که در شماره اولین همین روزنامه‌ای که عنوان بسیار بلند دارد با چهره‌های برجسته ادبیات و صنعت مصاحبه‌ها گیریم. از این خاطر من وظیفه‌دار شده بودم که با استاد بوالمحمد نیازов مصاحبه گیرم و این مصاحبه خیلی مصاحبه پر از نقل و پر از خاطره‌ها بود. یک چیزی بسیار جالب در خاطره مانده است که استاد گفتند زمانی که ما با حافظی با سرودن بهترین خب نواهای موسیقی و سرودها آغاز کردیم اون وقت بلندگویک‌ها نبود. وقتی که در دهه‌های در محل‌ها سرود می‌خواندیم مردمی بسیار جمع آمدند و چون زن‌ها که از مردها جدا بودند و تا یک اندازه شرم می‌داشتند از پس دیوار و کودکان در بالای دیوارها تماشا می‌کردند و وقتی که ما با سرودخوانی آغاز می‌کردیم همین خیلی فوج مردم گروه مردم جمع آمدند که اون دیوارهای پخستگین و دیوارهایی که از لای ساخته شده بودند و زمین می‌افتاد. این همه دلالت از آن دارد که مردم از آوان جوانی با بوالمحمد نیازов و به صنعت او ارج می‌گذاشتند. گفتم که این آدم یعنی گرچه که پدری من باشم یک چیزی خدا داد میشتن مثلا باز مایده که من گپ می‌کردم وقتی دوشنبه زندگی می‌کردیم یگون سرود تر می‌کردیم میشن خیلی مادر ما یک خونه می‌دروردن جیم می‌کردن که پدرت سرود تر می‌کنه اومده پیشم میشتم بعد خیال می‌کردن که من فهمیدم تو کار گوش می‌کردم دعوتم می‌زدن سانی هم لهجه کودکانه کرد یه اشولات خوش و واد می‌کرد پدر عقفو می‌دیدم درگم خیلی می‌دیدم من تپر دیدم می‌گرفتم همین گپ کاری که شدگی بود مثلا بسیار گپ کاری که مثلا زندگی شدگی کارگرشان می‌آمدن اكو و الجون سالیوف انا نعمان جان توشتمور مظفر محیدینov اونا قطار شده می‌آمدن در تخت می‌کردن
بچه منم دیگر فریب داده بودم که مردک زنک مردک گفته چپانه که اما پیش خانه بود بچه من یاد بود بینم همونه آمدگی پیش پدر رفتم دادا ها تم یا گل زنک آمده مادر او از دیگر خانه جواب کنی و زنک نمیدونم که همه مردک اینطوره که در دست من میبینید سال 1926 از جانب اوستای ارمنی سرکیسیان ساخته شده است که تاریخی قریب 100 ساله دارد و بیشتر سرودهای استاد با همین طور سروده شدند. شش مقام میسو 5 کتاب چاپ شدگی هر یک تامین 6 مقام همش نقض اجاد میدونستن و از همین درس میدادن یعنی اینجا نامگویش خودی نامگویش آواز ما اگر اجاد کنم بخوام ممکن اجاد کردن نتونم مثال ترانه یک ترانه دو بیات سه مثال قشقرچی نوا قشقرچی بیات مثال دوگو سگو اما خودی نامگویش خودش قریب که گفتم که نیم ساعت گپ زدم که خودی کتاب اگر اجاد کنید نش بخوام عقل انسان ممکن همه قدر نباید گرفت. من یک تا کتابش من شما نشون دادم اینجا من دوم کتاب من با 4 تا کتاب دیگر اسم بسیده است. همین کتاب وقتش با استاد پدرم یعنی 3 کس نویسندگی مثل همینجا فضلی شاه بود مثل رسماشون که همش همینجا تیار همش هست. اولش با همش نقل کرده بودگی مثل با مثل یکم مثل اینجا مشکلات نویسندگی از مشکلات سر شدگی مثل درون هر کتاب با مثل فامیل و نامی پدر نویسنده شدگی از سر من از برادر خود افتخار داشتم. ای جان من اسیرت ای عمر من فدایت ای جان من اسیرت ای عمر من فدایت عمرم به آخر آمد بلعی جان فزایت بلعی جان فزایت بلعی جان فزایت عمرم به آخر آمد بلعی جان فزایت بلعی جان فزایت بلعی جان فزایت کوچه گذشته ایستانم که همی یک بار مکتب ما رفته بودم من و نظرخان میخواندیم از محمد خسینفی 4 بود در مکتب ما رفتن همین یک مکتب بچه برابر ایجاد من استراحت گفتاست اکام را رفته آمداسی ها مجلسی پدر مادران بود هر دوماوی هم اکام میرفتن همین بچه ها یک مکتب یک کل ایجاد من استراحت این عمری من فدایت دوام داد با چپک کردی و خواننده ها چه خیر همون لحظه ها عجایب بود البته فخر میکردم بعد از آن که من این تئاتری اون وقت به نام پشکین بود کمالی خوجندی همجور اکام کار به دعوت شدن همچون سلیست اونجور دیدم که اینوی آوازشان نقص قد قامتی با زیب چهره زیبا صحنه زیب اصلا نقش های اولین درجه میداده شدن اکام پس نمایش نامه روشن و زلخمار بر نقش روشن اجرا کردن نورخان بر نقش حیدره بر نمایشنامه تویبه نقش رستم عاشق غریب به شخصانم به نقش غریب بعضان طاهر زهرا بود نقش طاهره اجرا کردن کلتکداران سرخ شریف پهلوان اجرا کردن همین یک خاطرم مانده که وقتی که نقش نمایشنامه روشن و زلخمار خودشان صحنه و اسب کدی برامدگی بودن اسب زنده کدی صحنه تئاتر برامدگی بودن همین تالارنگی این آدمو همه اجاش خستگی بود یک بار اجاش راستگی بود خودی مادرم هم رفتی بودم مادرم هم خیلی واشنه هیجان ماندن که بابا این پستی فرامده نبرد جایی که موزیکانتا میشنه همجا فرامده نبرد بود حیرت مانده بود بعد از آن نقش شریف پهلوان با اجرا کرده بود شوننده به جای تپانچه خلستوی تیری راستین چکر اکام انداخته بود مایه ماشین نکدی اکام بود دیگه کو من این شام تیر خودی بودم خیلی دل من نفر آمد گفته بود همه صحنه تئاتر بسیار خودی بودم
سانی بیمارخانه گیرم برفتن اخفاشون دیام آمد کم دیام اکم ماشین های کردم مسکویتشان بود اکامنده همون های کردم وای یک بار بانیسته بودم اونجا و جراحی کرده و یه گفتگی تیره سانی یک 3-4 روز خواه رفتم بعد جواب داد اکام با هم خیلی لحظه ها شدگی بود اگر مثل مسئله شعر و مثل ما شما با نقل کردم کدام کتابی بیبلیوتکشون کلان و البته از همه شعری کلاسیک هست هم از بینش هم تو شده هم تو یکم مثلش خوندم دام میدادم اگر همه حساب کنیم مثل هم قد سرود مثل 6 مقام مثل هم قد مقام که 5 تا کتابو جو کرده حاضر اینقدر آهنگو اینقدر شعر بخونم نمیدونم که کلمه چند ترابایت جو هست اگر زبان حاضر کردی گویم بول محمد نیوزوف در طول 82 سال زندگی پربرکت خود با ما زیاده از 260 آهنگ باقی مانده است که ما سرودهایش را گوش میکنیم و هر لحظه و هر ثانیه او را به نکی یاد میکنیم.